میخوایم با هم یه سفر کوچولو به دل جغرافی داشته باشیم و بریم به کشور کره جنوبی و یکم گشت و گذار کنیم. کره جنوبی در بخش جنوبی شبه جزیره کره قرار گرفته و پایتخت این کشور شهر سئول هست. این کشور تنها با یک کشور مرز خاکی مشترک داره که اونم کره شمالیه. طبق آخرین آمارها جمعیت کره جنوبی 53,637,000 نفره که این جمعیت بزرگ در مساحتی حدوداً 100,000 کیلومتر مربعی گنجانده شدن و دارن با هم زندگی میکنن. به همین دلیل تراکم جمعیتی در کره جنوبی بالاست و کمبود اراضی و زمین‌ها در این کشور باعث شده تا قیمت یک واحد آپارتمان به طرز نجومی بالا باشه، مخصوصاً در شهر سئول که پایتخت این کشوره. بعضاً دیده شده که قیمت یک واحد آپارتمان در این شهر چند برابر قیمت آپارتمان در کشورهای درجه یک اروپایی و آمریکاییه. به همین دلیل باید خدمت شما عزیزان عرض کنم که اگر قصد مهاجرت به این کشور رو دارید، به نسبت کشورهای اروپایی نمیتونید خیلی راحت و با چند سال کار یک آپارتمان خریداری کنید. کره از لحاظ شاخص توسعه انسانی رتبه 22 دنیا رو در اختیار داره که برای کشوری با این مساحت خیلی بالاه و کیفیت زندگی مردم این کشور تا حدی خوب و قابل قبول هست. این کشور دین رسمی نداره و 56% از کره‌ای‌ها در آخرین نظرسنجی خودشون رو بیدین معرفی کردن و گفتن اعتقاد به هیچ دینی ندارن. این آمار در گذشته بالاتر بود، اما تبلیغات مسیحیت در کره جنوبی باعث شد تا این دین در کره جنوبی پیروانی جدی پیدا کنه، طوری که الان 27% از جمعیت کره مسیحی هستند و هر روز داره به تعداد اونها افزوده میشه. دین بودایی کره‌ای هم که یکی از ادیان تاریخی و ریشه‌دار در این کشور محسوب میشه، با از دست دادن پیروانش به دلیل تبلیغات گسترده مسیحیت امروزه فقط 15% پیرو داره که نسبت به گذشته در طول تاریخ پیروانش کاهش چشمگیری رو تجربه کردن. تنش نظامی پیوسته با کره شمالی باعث شده تا کره جنوبی 2.6% از تولید ناخالص داخلی کشور رو به نگهداری و بهبود ارتش اختصاص بده که این امر باعث شده ارتش دو کره همواره از رده‌های برتر قدرت نظامی در جهان جای داشته باشند. تاریخ کره از پارین سنگی زیرین آغاز میشه و با چوسان و دوران باستان نمایان میشه. کره جنوبی در زمان 3 قلمرو شیلا، باکچه و گوگوریوش شکل گرفته و بعد از قرنها به کشور کره جنوبی تبدیل شده. کشور کره دارای یکی از پرسرعت‌ترین اینترنت‌های دنیاست و همچنین در بسیاری از زمینه‌های فناوری و نوآوری محور پیشرفت. توی این چند سال اخیر هم به لطف نتفلیکس آوازه سریال‌های کره‌ای که اصطلاحاً کی دراما بهشون میگن، مثل موسیقی این کشور یا همون کیپاپ جهانی شده و مخاطبای پر و پا قرص خودش رو در سرتاسر جهان داره. مثلا الان که اوایل سال 2024 هست، خیلیا تو دنیا منتظر انتشار فصل دوم اسکوید گیم در اواخر این سال میلادی هستن. خلاصه براتون بگم کیپاپ و کی دراما باعث ترویج فرهنگ امروزی کره‌ای که نسخه کره‌ای فرهنگ غرب و آمریکا محسوب میشه در جای جای دنیا، علل خصوص تو کشور ما ایران هم شده و ما در جامعه شاهد جوانان و نسل جدیدی هستیم که کامل با این فرهنگ ارتباط گرفته و شیفته فرهنگ کره‌ای، کیپاپ و BTS و سریال هایی مثل اسکوید گیم شدن و بسیاری از اونها دوست دارن یک بار هم که شده به این کشور سفر کنن و حتی تعدادی از اونها تصمیم به مهاجرت به کره گرفتن، در صورتی که مسئله مهمی مثل مهاجرت به یک کشور اصلاً مسئله ساده‌ای نیست که بشه به سادگی از کنارش عبور کرد، که البته در این مقال نمی گنجه و اگه به این موضوع علاقه داشتید تو کامنت ها بگید تا ویدیوی مزایا و معایب مهاجرت به کره رو براتون بسازم.
امروزه در جهان اقتصاد کره جنوبی زبانزد مردم دنیاست و شما تو هر کشوری که باشید قطعاً محصولات کره‌ای مثل گوشی‌های سامسونگ یا تلویزیون‌های LG یا ماشین‌های هیوندا یا خیلی چیزهای دیگر رو شاهد هستید. کره جنوبی دارای دومین رشد سریع اقتصادی دنیا در 40 سال اخیره. در کره جنوبی از سال 1963 و فقط در مدت زمان 40 سال درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید مردم 14 برابر افزایش پیدا کرد. یعنی قدرت خرید کره‌ای‌ها و شهروندان این کشور 14 برابر شد که همچین رشدی برای کشورهای ابرقدرتی مثل آمریکا و بریتانیا هم در طول 150 الی 200 سال اتفاق افتاد و این رشد سریع باعث متمایز شدن کره از دیگر کشورها شده و اقتصاد رو به جلوی این کشور همواره مورد تحسین مردم جهان بوده و هست. این پیشرفت قابل توجه در نیم قرن گذشته کره رو تبدیل به کشوری پیشرفته و ثروتمند کرده و تو مجامع بین المللی کره جنوبی به ببر آسیا شهرت یافته. کره جنوبی به واسطه شرکت‌های چند ملیتی مثل سامسونگ، هیوندای کیا و LG تبدیل به 7مین صادرکننده بزرگ جهان شده. با وجود این اقتصاد صنعتی قدرتمند، دولت کره جنوبی در حال گسترش برنامه‌های جذب گردشگر و بهبود گردشگری در این کشوره. در سال 2016 میلادی 17 میلیون گردشگر خارجی از کره دیدن کردند که دولت این کشور همواره به افزایش تعداد اونها تأکید داره و برنامه دارن که تبدیل به قطب گردشگری در شرق قاره آسیا بشن. با این همه اقتصاد خفنی که کره داره، دولت دست از مالیات‌های سنگینش بر نمی‌داره، طوری که کره جنوبی دارای یکی از سنگین‌ترین مالیات بر ارث‌های دنیاست. دولت این کشور 50% مالیات بر ارث میگیره. یعنی شخصی که ارث و میراثی به جا میذاره، دولت مالک 50% از این ارث و میراث میشه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید و با ما همراه بودید. اگه از ویدیو خوشتون اومد، لطفاً اون رو لایک کنید و برای حمایت از چنل نوپای ما در پلتفرم یوتیوب لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا به محض آپلود ویدیوهای جدید برای شما نوتیفیکیشن ارسال بشه. راستی تو کامنت ها به ما بگید که راجع به کدوم کشورها و به طور کلی چه موضوعاتی دوست دارید بیشتر براتون ویدیو تولید کنیم.